باورت نمیشه چینی ها این سه سازه رو چجوری ساختن که تمام دنیا رو شگفت زده کرده. اول از همه ساختمان آبشار در شهر گویانگ. از این آسمان خراش 108 متری همیشه یه آبشار سرازیر و جالب اینه که بلندترین آبشار مصنوعی دنیاست. آب این آبشار تو استخر طبقه -4 زیرزمین میچرخه و دوباره به بالا برمیگرده تا یه وقت آب اضافی هم مصرف نشه. دوم ساختمان تیانشو در استان آنهویی. این ساختمون تو بعضی زوایا شبیه یه ققنوسه. روی دیواراش هم اسم جاهای معروف چین مثل دریاچه و کوه‌ها حک شده. در یک کلمه شما با یه شاهکار هنری روبرویی، نه ساختمون. و در نهایت برج افقی در چونگچینگ. این ساختمون بلندترین و طولانی ترین برج افقی دنیاست که بیش از 25 میلیارد ین براش هزینه شده. مثل کشتی بادبانیه که با راهروهای 3000 تنی کریستالی به هم وصل شد و تو ارتفاع 250 متری به خاطر نمای شیشه‌ایش انگار داره رو ابرها قدم میزنی. چینی ها واقعا توی لیگ دیگه هن. نظر شما درباره نوآوری و عظمت پروژه‌های چین چیه؟